سلام به همه رویالیتی های عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب بریم با آنابان. امروز بریم با آنابان چند تا بتل بزنیم. توی لیگ 4 هم هستیم. بریم ببینیم که به کجا میرسیم. یا اول فضاش وایستاد شروع شه بازی. فکر کنم ریدم خورنا داره. نه خوب کشیدیم. راش خرکی آقا، منم راش خرکی میگم اگه اینجوریه. دست زد چیه این ترکیبیه؟ یا خدا فرار کنیم این تیم‌ها رو. خب خیلی سایکل زیاده، هوگش دهنمون رو سرویس میکنه. من باید ای سمتی که هوگ داره پلی میده پلی بدم. بذارم اسپل چی داره. چقدر خدایی دمیج هوگ خیلی زیاده. چقدر کینگ تاور اونو برد. خب لاگ اینو از کجا آوردی؟ یه زب. او شت وای آیس فیز نزد. آسیز باید جمع کردیم هم بگو میکشیم. بچه ها ریدم. نه نریدم. همینجور پیش برد کینگ تاور اونو میگیره. خب من اوام دستمه. من باید از این سمت الکترودراگو بندازم با پکا، از اون سمت هم دامبلون کنم. الان راهمون اینه که شاید مثلا بتونیم دمیج بهش بدیم، چون اصلا نمیذارم تا بهش برسم. اصلا نمیذارم. وای این هیچی ندار. اینو من میزنم، اینم میکشم به این ور، اونو ول میکنم. اشکال نداره، راشم رو میدم. یه لامبرجک هم میندازم. بابا بزن فریز. گرفتیم تاورشو. تاور این دلغت رو گرفتیم. خب حالا هوگش هم میکشم بیاد عشق کنه. ببین نون بگیریم. یا ابوالفضل کرکر. یا خدا نزنه اون. وای خب لعنت این فایرکرکر 1200 تاور رو 1200. واقعا برگام 1200 آورد. خیلیه پشمام. اوکی این حملمون که تو کون خر ما الان. نه چی با اون دینامیس بره بابا. خب هوگ اینو بگیره حالا. هوگش خب وای چه گندی زدم. چه کاری بودن کردم. این بیاد این بر. بیا اینجا دارم بستر. حالا برات میگم. وای بوم به اون. وای پسر چه دفاعی میکنه. پشمام نمیشه بزنیش. برو نه سمت کرکر. نمیشه. این لعنتی
ای آی سرپشمان کرکه دهن اون سرویس کرد. اوکی بازی خوبی شد. بریم مچ بعدی. بازم اوک بله دوست خوب ما. اینا کجا اومد؟ چیه؟ باید 100% باید کوکو جاینت باشه دیگه. خیلی از این که حالتی نداره. من میرم ناواجکو. بله کوکو جاینت. بذار من میرم مشکل ندارم. من بالا رو میرم. وای یکی بزن پکا. مرسی. ایف شد. بذار اینو بندازیم که چیزمون برسه. این ابریف کنیم. این پر میکنه راحت جمع میشه. خب تو چی؟ را کجا بودی؟ اسپورکی هم لابد داری؟ آها وای بگاه رفتیم. یا خدا ریجم زد. آها بنازم خوشگل جمع کرده. خب آقا یه دقیقه اون نیم مونده بابا درکش. ای وای نزن تاور بیناموس نزن. بیا الان تکامو بگاه رفت. بیا اوکی ولش کن. من اکتودوریه بهمون نمیندازم. با لامبلون حمله میکنم چون این بیناموس پر میکنه. ای وای خوندش کن اینم یه دردی بخور اینم. آیس بیس. آها پکا برسه تمومه. ای وای نه آخیش شیت. نه میدنشون بابا. آقا سیکیر زود اوکی. با دست قبلا باید میبردیم. اون فای کرکر بیناموس خیلی سوپره. یکی میگه شاید هم بگیریم. خب ببینم چی میکنم. فیراری حمله خرکی. یادم اشتباه من کرم دارم. بگم بفهم بگاه رفتیم. خیلی ایزی دفاع میکرد. خب یکی میزنه بالا همینش هم خوب. ولی اگه هوگ بیاد که نیومد بگاه رفته بودیم. اگه نیومد بگاه رفتیم. بگیرش ایوت. خب وای من نایدم بیششم ایوایی یا نه. اوه این چیه؟ ایول این سویش کرد اون. ایول جمشید. ایول خوبه حملش جمع شد. به وجودی جمع شد.
نزنه اون بابا. اوکی چی میوه برو بابا. آقا یه لامبلون دیگه من میرم. اگه نرسید چیز داره، اسکلت آرمی داره. خب آقا ما چاره ای نداریم. امیدوارم لایک نداشته باشه واقعا. چند تا کارت انداخته؟ اسکلت آرمی، اسپریت، بعد دیگه چیا داشت؟ آدم نیست دیگه چیا داشت. ای وای ای وای برو عقب. وای نره اون. مرسی. بیا 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 عقب بیا عقب بیا عقب. خوبه خوبه. فکر کنم لایت نداره. ما یه راش سنگین بهش میدیم چون یه فریز هم من میکنم. من مطمئنشم میگیریم تا برشو. آها خب داداش ریدی ماسکو. داداش ماسکو ریدی تا بره تم. نرفت جانم. نیروها کجا رفتن؟ حاجی پشمو. نیروی من کوشن چه غیب شدن. یه فریز. فریز بگیر. آها آها بزن الکترو دراج. الکترو دراج بزن. اکل لعنتت. اوکی تو باید بگیریم. ما باید بگیریم بیناموس. ما باید بگیریم ماسک. ایول نه بچه باختیم. آقا باختیم باختیم. با تبریک میگم. باختیم آقا. اگه اینکه فریز به دادمون برسه. نه فریز غلطی نمیکنم. محض رضای خدا ماسکو بزن. آقا بانوسن چجوری اونجا حمله منو جمع کرد؟ با چی جمع کرد اصلا این حمله؟ اصلا بایست ببینم. با چی اونو جمع کرد بابا؟ این همه نیرو پکا جونش پر بود. این حمله است. همینه. آقا اونو چجوری جمع کرد؟ خب این پکا جونت بالون. اوکی بالون افتاد جلو. نیروها فریز که در اومدن همه همزمان بالون رو زدن. اوکی بالون یکی زده بود خیلی خوب میشد. خب نداره. مچ بعدی چند دقیقه شد؟ 13 دقیقه. بالا وقت داریم. اوکی حیف شدید دست. یه دست رو مفت باختیم. وای لاگی هیچی. اینم باختیم آقا. بس ببینم راکت ماکت داره داشته باشیم میزنه. جان چیه؟ فکر میکنم میشه تورنادو میکنم. ای داداش ریدی. داداش ریدی. نه دیگه سب کنید دفعه تمام. یکی بزن پکا بابا. خوبی کنه دگیره. یه کارایی میتونیم کنیم. باشید ای بای آب دگیر پر شد. یکی دیگه. ای بد آب دگیر خالیه. برو لامبرجک.
داداش نه خبری نیست، خبری نیست داداش. خبر برات دارم که تاورت رفت. خب ما ای بدبختی یا وفاست. پشمو حاجی، ولی بازم خیلی دمش خوردیم. ولی واقعا برگاموج از این قدرت الکتریکال گیبو. بس ببینم میرسه. برس تو رو خدا زود باش. ایول باشه ای دهنت سرویس. اون باید بگیره تاور رو، نگیره باختیم. ایول حالا با این مشکل الان ریستر نداریم، یعنی اون چرا ریسترمون هم اومد. موزا بیفته. آها یه تورنادو میکشی و خلاصش میکنی. یه لامبرنون هم وسط بریم گرفتیم اون یکی تاورشم. دوره باباش، من میرم. یه بالون هم میندازم تنگش. تموم شد. حل تموم. بنازو اینم نمیزم برسیم. نه یکی تاورم نگرفت. هرکی گرفت مشکل نداره. خدافظ. نه خوب بود. زد بودیم آقا. خدایی الکترودراگ بود دهنشو سرویس کرد. راستان چیه؟ این چیه؟ بس چرا اینم؟ به شاردم گرفتیم. اوکی چه شارد داریم. اوکی شفه اصلا سنگینه داره. این چیه؟ یا خدا این چه حمله بود؟ یس چیزش 14 برلش. ای وای بسر دمیج سگی الان میخوریم. وای اشمو. یکی بزن. احسن. اومده 1 2 3 علی ای وای. آقا ما تاورمون میره. تاور اونم باید ببر. ای وای تاورمون نرفت. حتی وای کاش کرکر نمیزد. وای بد بازی کردیم. ما همه لابلون رو نباید میرفتیم. این تاور اکیب میکنم. اشکال نداره. میگم پشمام از این تورنادو اوجی 3 تاشون اومدن. برگام ریخ. اسپلش چیه؟ برو بابا زپ. آها واو شت. اون باید همونجا خفه شه. اب نداره. این مینی پکات لعنتی. بیا با بیا گو نخور یوزو با آفرین باری کلشه. حرکت خوشگلی زدی. حالا اونها برات میگم. الان برو ببینم لامبه جک. آها قبلی من داشت 2 طرفی داری میشی. اشکال نداره. بالون میرسه کار خوشو میکنه اون بالون.
گمشید بدسا. یه دونه فریز برسه. فریز وای فریز رسیده بود برده بودیم. الان ها وسط نگناید کرد. او بله دیگه آقا ما بالاخره او یس هیل گرفتیم اب نه اونو ولش میکنیم فریز زپ بودو سیکتیر کن دلقک. چه بدم میاد فای کرکر داره. هر کی آقا فای کرکر داره من بدم میاد. هر کی فای کرکر داره مخصوصا اولوشن من بدم میاد. اون دست اول هم فای کرکر باختیم. یعنی 1200 تا دمیج الکیه. خب این ویدیو چقدر شد؟ 21 دقیقه. آقا امیدوارم لذت برده باشید. چند تا مک زدیم ببینیم. 1 2 تا 3 4 5 1 2 3 4 بله 5 تا باتل زدیم. 3 تا باختیم 2 تا بردیم. یه پله پیشرفت. عالیه اصلا مچ اول همون هوگه بود داره. مچ اول به ناحق باختیم خدایی. این مچ گلم این مچ خیلی حیف شد. خیلی حیف بود. اوه حاجی یارو 8 سال پلی میده دهن سرویس. اوکی آقا دمتون گرم. حتما حمایت کنید. لایک کامنت سابسکرایب. ایده‌های خیلی زیادی براتون دارم تا ویدیو بعدی. دمتون گرم. فعلا